خب همراهان عزیز پیک شادی، در این قسمت همراه میشیم با بابک. سلام، امروز برامون چی داری؟ بله، امید همچنان که دیدی ببین همه پروتکل‌ها رو ما جمع کرده، میز و صندلی و میخوام بی مقدمه برم سر اصل موضوع. سلامم میذاریم موقع خداحافظی که تو وقت صرفه جویی. بله، اینم خودش نوآوری. بله، وقتم خداحافظی با هم. همچنان که همتون اطلاع دارید، یعنی بینندگان عزیز که بیشتر از ما اطلاع دارن، الان در ایران علاوه بر همه مصیبت‌هایی که ناشی از این رژیم، از فرو ریختن ساختمان متروپول، از تصادف قطار مسافربری که هم متاسفانه هموطنانمون داره کشته شدن، اما رژیم کار خودش رو میکنه. الان درگیر یک شو مبتذل که براش کمه، مستهجن کمه، مضحک خب خیلی کمه، ولی چون قالب کلمات محدوده ما به همین کلمات اکتفا میکنیم. بله، یک شو مبتذل و مستهجن و مضحکی به نام سلام فرمانده، یا به قول مردم ما سلام درمانده، سلام پسمانده، سلام در گل فرو مانده و که من جلوی دوربین معذرت میخوام نمیتونم بگم، ولی مردم ما در کف خیابون به راحتی ابراز میکنن. به نظر میرسه که دستگاه تبلیغاتی خامنه‌ای بعد از اینکه کمر کرونا رو با کرونا یا به مستعان سلامی شکون، بعد از اینکه فضا رو با اون ماهواره بوق، میبخشید نور، حالا چرا گفتم بوق؟ چون این فقط بوق ارسال میکنه. حالا نمیدونم مکانیزمش طوریه فقط بوق ارسال میکنه یا یه چیزایی میگیره که نمیتونه پخش کنه جاش بوق میذاره، مثل پخش تلویزیونی. بعد از اینکه با فضا رو با همین ماهواره بوق تسخیر کرد و بعد از اینکه همه دنیا، همه دانشمندها تو تولید یه واکسن ماها وقت گذاشته بودن، اما مخبر تو اون عطاری کمیته خمینی ملعون هر 3 روز یه واکسن، میبخشید فکر کنم هر یه روزی 3 واکسن، هر یه روزی 3 واکسن، هم تو سلسله وار واکسن تولید میکرد. الان 2 پا رفتن توی کار فرهنگی. معتقدم با این سرود سلام فرمانده، اسم مستعار سلام فرمانده، اسم اصلیش از سلام وامانده، یک تهاجم فرهنگی کردن به نظام سلطه و خودشون معتقدن که یک اثر هنری بالاتر از سمفونی 9 بتهوون، اما طبق معروف خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی. حالا خنده‌دار اینجاست که خامنه‌ای ابله که خودش طراح این مسخره بازی هاست، این روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه. در این سخنرانی اخیرش گفت یکی از پایه‌های مردمی بودن نظام ما این است که این سرود سلام فرمانده اجرا میشه و نشون میده که مردم چقدر نظام رو دوست دارن. حالا سرود بگذاریم که یه مش نونخور ساندیسی میارن، یه مشتم کودک خردسال که اصلا نمیدونن موضوع چیه، بعد خوشحالن که مدرسه تعطیل شده یا خوشحالن که به جای که تو کلاس بشینن تو حیاط هستن. البته عقب نشینی کاراکترهای سرود از دهه 60 70 80 به 90 ادامه دار خواهد بود. احتمالاً میرسه به مهد کودک، میرسه به کودکان شیرخوار و احتمالاً به کودکانی که هنوز به دنیا نیامده. این سرود ورژن های بعدیش برای چنین دوره های سنی احتمالاً باید تنظیم بشه. در مورد این داستان سرود و داستان خامنه‌ای یاد اون داستان مولانا نصرالدین افتادم. مولانا نصرالدین یک روز چو انداخت، یعنی در همه شهر دهش داد، حالا شهر که نمیتونسته، در همون دهکده‌ای که بوده گفته که آقا فلان خونه خرج میدن. دید همه مردم میدونن، البته فکر کنم مولانا نصرالدین نبوده، ملا بوده، بیچاره اینو به مولانا نصرالدین چسبوندن، چون همچین دروغی فقط از آخوند برمیاد. یه دفعه دیدن همه دارن میدونن، خودش هم قابلمه گرفت، فکر کرد که واقعا خبریه. حالا داستان خامنه‌ایه، خودش هم از این نمایش دفعه فکر کرد واقعا خبریه. اما راه اندازی نمایش‌های حکومتی یه چیز جدیدی نیست تو دیکتاتورها. تازه خامنه‌ای ته صفه، یعنی از همشون نازل‌تر و بی‌کیفیت‌تره. من چند تا نمونه تاریخی میارم که ببینید همه دیکتاتورها اون موقعی که شروع میکنن به تلو خوردن، این تلو رو من نمیگم، خبرگزاری فرانسه راجع به رژیم میگفت، وضعیت الان رژیم چنین کاری میکنن. اولیش آقای به نام بنیتو موسولینی 70 80 سال پیش در دوران جنگ جهانی کمی کم قبلتر به خلاصه با 1000 شارلاتان بازی خودش رو میرسونه به مدار عالی قدرت در ایتالیا و اسم خودش هم میذاره دوچه، یعنی رهبر، یعنی هم معادل ولی فقیه یه شبه. یه نگاهی بکنیم به اون نمایش‌هایی که برای اون ترتیب میدادن که من بقیه‌شو ادامه میدم. اگه اتاق فرمان اون تیکه سخنرانی این آقای دوچه رو داره نشون بده. Big promises and simple solutions to complex problems. He whipped his followers into a mass frenzy. È già stata consegnata agli ambasciatori. They interrupted his speeches with chants of Duce, 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 leader. What I understand now is that بعد
اینو داشته باشید. یه نمونه دیگه ای هست، یه سرجوخه‌ای از تو جنگ جهانی اول که بعد یه جوان بیکاری است تو اتریش به اسم آدولف هیتلر، اونم با زد و بند و کلی موضوع که الان موضوع بحث ما نیست، یه دفعه میشه صدر اعظم. اینم اسم خودش میذاره پیشوا معادل ولی فقیه یک شبه، چون تو هر کشوری این ولی فقیه یک شبه یه اسمی داره. اینم نگاه کنیم یکی از این نمایشنامه‌اشو ببینیم که خامنه‌ای به گرد پای اینها هم نمیرسه. اگه میتونیم اونم پخش کنیم. O júbilo de toda a nação alemã recebeu o Führer na capital do Reich. بله، حالا اینجا جای خوبش بود. از اینجا به بعد خامنه‌ای باید مهیج میشه. میدونم دل و جرأتش داره نگاه کنه. ببینید خب 70-80 سال پیش فضای مجازی نبوده، آگاهی ها کمتر بوده، اینها هم خیلی به لحاظ فردی از خامنه‌ای قدرتمندتر بودن و بالاخره عددی بودن برای خودشون. حالا این ولی فقیه شبه که همچین قدرت حتی بسیج چنین جمعیتی رو هم نداره، بالاخره با تهدید تطمیع ساندیس و اینکه بالاخره نظام حاکمه میتونه آدم‌ها رو بگه به زور اداره تعطیل کنه بیاره، چنین نمایش‌ها البته به گرد پا اینا نمیرسن دیگه. دیدید دیگه نمایش‌های خامنه‌ای همین دفعه در سر مزار خمینی دیدید که فضاحت بود، حتی در نمایش هم ضعیفه. حالا قسمت مهیج ببینیم سرنوشت این آقای موسولینی. فقط من این قسمت کوتاهیش رو انتخاب کردم ببینید که این آقای موسولینی دوچه آخر عاقبتش چیه. اگه اون فیلم هم دارید بذارید. Benito Mussolini, I arrest you in the name of the Italian people. بله، این آقای دوچه سر با صفر آلمانی پوشیده تو ماشین آلمانی توسط پارتیزان‌های ایتالیایی به نام مردم ایتالیا دستگیر میشه. حالا من اون قسمت دیگه‌ش رو به خاطر صحنه خشونت‌آمیز نذاشتم که حلق آویزش میکنم و 24 ساعت آویزونه، اون رو تخفیف دادم. سرنوشت رفیقش هیتلر هم ببینیم اونی هم که اون چنان نمایش حکومتی میداد آخر عاقبتش چیه. Scheiß Benzin sind da draußen, Papp. Erich, sei lieber still. Zurücktreten! Los, weiter! Weiter! بله، اون جنازه‌ای که تو پتو پیچیدن یکیش همون آقای هیتلر پیشواست که دارن میسوزوننش در چه وضعیتی، همونی که اونجا جلوی میلیون‌ها صحبت میکرد. یعنی پیام اینه هر دیکتاتوری باشی با هر قدرتی، تازه که خامنه‌ای به گرد پایین هم نمیرسه، حداقل اون انقدر جسارت داشت خودکشی کرد. آخوند که چنین جسارتی هم نداره. ته خطت اینه، خودتو نباید فریب بدی. یعنی خلاصه بگم فکر نان باش که خربزه آب است. چون یه مقدارم خودتو اهل شعر و ادب جا میزنی، به زبان شعر نو بهت میگم که بر حباب خانه مساز، حباب میشکند. به شعر کهنش هم میشه این او سگان شما نیز بگذرد. امید جان این برنامه ما بود. هم سلام اول میکنم هم خداحافظی آخر. اگه کاری نداریم از خدمتتون مرخص. خیلی خوب بود، خیلی عالی. آخر عاقبت چنین نمایش‌های حاکی از درماندگی و واماندگی رو نشون دادی. تشکر میکنیم ازت. ما هم سلام میکنیم بهت، هم خداحافظی میکنیم ازت. ولی میدونید ابله‌ترین آدم روزگار کیه؟ که خودش فریب دروغ خودشو بخوره. یعنی مثل خامنه‌ای. با اجازه شما قربان شما، خدا نگهدار. برنامه رو همراه با شما عزیزان ادامه میدیم.